درود عرض میکنیم دوستان ارجمند. برنامه فضا است و باز هم اومدیم که یک برنامه جالب رو پیشنهاد شما کنیم. در مهمانی برنامه ما حضور دارند هنرمندان انسامبل نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان و نویسنده خوشکلام ظریف غلام که بیشتر به نوشتن اثرهای دتکتیوی مشغول هستند. خب با همراه ایشان یک برنامه خاصه رو پیشنهاد شما میکنیم. سر اول با شما سپاس میگویم که با یک نوای خیلی زیبا به برنامه ما حسنی آغاز بخشیدید. قرم از این نوا ما لذت بردیم. انسامبل نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان یکی از انسامبل های معروف کشور است. مثلا از سطح یک دانشگاه تا به یک سطح مثلا جمهوری برآمدن در مثلا میان تمام مردم تاجیکستان معرفی کردن. من فکر میکنم خیلی این کاری بزرگ است، چون اصلا انسامبل هایی که در داخل یک دانشگاه هستند
این در تمام دنیا همین گونه هست که مثلا تنها محدود میشوند به همون یک دانشگاه، با همون چرابینایی که در داخل هم دانشگاه میگذارد، با همون مثلا هنرمندانی که در آنجا هستند. ولی شما در برابر اونه که مثلا فعالیت خیلی پرثمر در دانشگاه ملی تاجیکستان داره. همچنین ما مشاهده میکنیم که در چرابین‌های گوناگون دیگر نیز اشتراک میکنید و برنامه‌های مختلف دارید. بیاید از این حرف زنیم. مثلا دشوار نیست در برابر که من میدونم که کار دانشگاه ساده نیست. مثلا در دانشگاه نیست برنامه‌های فرهنگی خیلی زیاد است. البته. خب میخواستم از این بفهمم. البته من پیش از همه سلام و درود به پایین خود را از نام تمام مطربان انسمبل نوروز با تمام بینندگان تلویزیون سفینه میرسانم که در این شام پر از مهر، در این شام پر از فراغت و فرهنگی همه شمایان را روحیت بالیده آرزومند هستم. و امروز خیلی که شما قید نمودید که انسمبل نوروز سالیان سال در فعالیت است، خیلی فعالیت خوب قرار دارد و ما از وقتی که جوانان به این انسمبل شامل گردیم چند سال در این انسمبل فعالیت کردیم و بعدا موسیقی ها ایجاد نمودیم. در این برابر ما 4-5 نمود کنسرت های گوناگون با طریق زنده در تالارهای فرهنگی کشورمون پیشنهاد نمودیم که این هم یک نویگری من فکر میکنم که در ساحه موسیقی کسبی است. و در همون سال که سال 2017 با اعلان شدن سال جوانان ما تصمیم گرفتیم که یک چند نمودی کنسرت ها رو برپا نماییم در همین سال و ما هم یک سهمگزار در همین سال جوانان باشیم. البته ما با همراهی این مطربان در یک جای صحبت نمودیم و اثرهایی که ما در این تالارها و در این کنسرت ها اجرا نمودیم که نه تنها اثرهای خودی ملی تاجیکی، این اثرهای خارجی کشور ما در این برنامه وارد نمودیم. انا پیشنهادی بینندگان گرداندیم که و یک کنسرت ما در تالار فرهنگ و تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده صورت گرفت که بسیار یک از طرف بینندگان خیلی خوب قبول شد و ما خود همون سال دویمین کنسرت خود را در تالار کلونی کالج صنعتی به نام احمد باقولов شهر دوشنبه بخشیده به روز جوانان گذاشتیم و در همونجا بسیار طلب کردند که انسمبل باید فعالیت خود را در همین ثمره، در همین قله بلندی کسبیشون باید این کنسرت ها دوام دهند و ما سال 2018 بخشیده به روز مادر سنه 28 فوریه سال 2018 در تالار کلونی کنسرواتوری ملی تاجیکستان برپا نمودیم. در اینجا هر یک کنسرت های ما با خود یک دیگرگونی و یک اثری که کسبیت بالاتر شدن میگه. کسبیت بالاتر شدن گرفت. در همینجا ما کوشش نمودیم در این رپرتوار و سال 2020 در تالار کلونی فیلارمونی دولتی بخشیده به 30 سالگرد استقلالیت یک کنسرت دیگر با همین مطربان و دیگر مطربان کشور دعوت نمودیم که در آنجا زیاده 19-20 مطرب اشتراک میکردند که اثرهایی که یک کنواز بود که در یک کنواز خیلی مشکلی به وجود می آمد، ما آن را در 20 نفر موزیکانت تقسیم نمودیم و پیشنهادی بینندگان گرداندیم که این افتخاری ما و این انسمبل می باشه و ما در این برابر 4-5 نمود کلیپ های نوی که باری نخست من فکر میکنم که این نمود کلیپ ها رو از جانب انسمبل نوروز ما پیشنهاد کردیم. این چیز مشاهده می شود. من فکر میکنم که این از اون درک میدهد که شرایط کار شما دستگیری از جانب رهبرتی دانشگاه البته زیاد است و باور است که همین ساعت همین گونه برنامه ها بیشتر می شود و باور است که شما در همین مثلا بچه های شما با پیشنهاد همین گونه مثلا آهنگ های جالب با پیشنهاد برنامه های
جالب باز هم شهرت بیشتر به دست میارن. خب چرا این کارو کردید؟ مثلا میشد که در یک سطح دانشگاه بمونید، میشد که مثلا قدر خودتون رو غم ندید. درست و وقتی که ما هنرمندان و مطربان کسبی در اونجا جلب اومدن و هر یک این مطربان خود ایجادکار هستند و از کجا جلب کردید شما؟ از یعنی دانشجویان بودن، از دانشگاه‌های دیگر بودن یا اینکه هنرمندان کسبی؟ البته وقتی که ما را با کار دعوت نمودن به این انسامبل شامل کردیم و ما خواستیم که باز درباره ما مطربان خوب قرار گیرد و تا که ما در آینده همین گونه کنسرت ها رو برپا نماییم. هدف ما همین گونه بود که ما چنین نویگری رو روی کار بیاریم. من با باوری کامل گفته میتوانم که این یک نویگری در ساحه موسیقی کسبی بود در 30 سال استقلالیت. این یک نمود انسامبل نو که ما در برابری که اینقدر اسباب‌های خلقی رو جلب نمودیم و ما در این برابر موسیقی‌های خارجی و در برابری که این مطربان بودن ما فورتپیانو، کنتراباس، فلیتا، کلارنت، گابو همین چیزا رو موزیکانتا رو دعوت نمودیم. سازهای موسیقی در اونجا هستند؟ البته هستند. وقتی که نوازنده که اون وقتی که ما اثر رو گرفتیم کار کردیم، پارتیتورای هر یک اثر رو نوشتیم با هر یک مطرب تقسیم نمودیم. در اونجا با ما مطربان لازم اومدن که همین اسباب رو با در همین استفاده بینوازند و ما جلب نمودیم از همه مطربای بهترین کشور رو در این کنسرت ها. خب خسته نباشید. فکر میکنم که بازم یک دستاویز دیگر دارید. البته دستاویزی چی نوا است؟ البته یک دستاویز ما از ایجادیت استاد ظفر نازی می باشد که از چند نمود سرود و آهنگای ایشان ما سرجم کرده امروز پیشنهادی بینندگان میگردونیم. خب ما مشتاقیم که این نوا رو بشنویم. سلامت باشید.
احسن میگویم به تمامی نفرانی که در اجرای این نوای فورا دست داشتند. خب دوستان عزیز برنامه را ادامه میدیم. یادآور میشویم که در برنامه امروزه فضا حضور دارند هنرمندان انسامبل نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان و نویسنده خوشکلام ظریف غلام. چنانکه که میدونید برنامه ما برنامه هنری است. ما اطراف هنر، اطراف ادبیات حرف میزنیم در این برنامه. قبلا استاد ظریف غلام در برنامه فضا اشتراک داشتن. ما یک صحبت خاصه با ایشان داشتیم اطراف ژانر دتکتیوی. خب یک صحبت جالب هم بود و استاد در همون صحبت گفته بودند که بالا یک کار ایجادی مشغول هستند درباره هنرمند زنده‌یاد عبیدالله رجب. میخوام یک قصه بنویسم. خب در برنامه قبلی گفته بودن ولی در برنامه امروزه استاد دستاویز رو همراه خود آوردن، فریادی خنده ها که علاقه همون قصه که گفته بودن نوشته شد و به شکل کتاب در اومد. خب مبارک میگویم این کاری تازه شما را. خب بیاید اطراف همین قصه صحبت میکنیم. شما گفتید یکم کاری ادبی و تحقیقاتی است. حادثه هایی که در این کتاب هست همه واقعی هست. آن چیزهایی هست که شما خودتان مشاهده کردید، شنیدید و چیزها. بیاید اطراف این کمی حرف زنیم. اولا از شما می‌ندارم که ما رو با این برنامه دعوت نمودید. به چهره شکوفان این جوانان نگاه کرده جوانی خودم رو به یاد میارم. این هنرنمای شما به دل کس فرح میبخشد. آدم خود رو در جهان دیگر میبیند. هنرنمای شما رو دیده سالهای جوانی خودم با خاطر آمد که خودم محصل دانشگاه ملی بودم از سال 75 تا 80 و حالا هم علاقم رو از این دانشگاه نکردم برای که این دانشگاه دوست داشته من میباشد. خبر و مقاله و حکایه و هم در روزنامه مقاله های دانش چاپ میشود و هر گاهی که از بری بینوی اساسی میگذارم البته یک بار در اومده بچه ها قد و آخری میکنم. انسامبل نوروز همون سالها نیز فعالیت میکرد. اون سال به حد ما منتظر انتظار میشدیم. حالا نگاه میکنم همون مکتب، همون هنر، همون چیز قبیله شدگی، نگاه داشته شدگی. برعکس با خیلی رونق افتاد، رواج افتاد. صدها تشکر شما داد. ما به حد انتظار میکردیم هر برنامه شما را با یک شوق و شور جوانی تماشا میکردیم. با سوال برمیگردیم. اکنون سوال همین که من با استاد عبیدالله رجب از یک منطقه هستیم. فقط من اونجا تولد شدم لیکن کلان شدم بابای رسم در وادی وش. دوستی ما از سالهای 90 سر شد. هر نوشته ما رو میخوند، تلفن میکرد، جیغ میزد و خطایی برد و باخت ما میگفت. حتی یک بار اگر سخن دراز نشود کریم شیش رو نوشته بودم قصه رو. بعد جیغ زده گفت که قصه رو تمام کردیم؟ گفتم ها تمام کردم. کریم شیش چیکار گفت در آوردی سر اسید پروندی. خیلی گفتم همین خیلی بود. بعد گفت که نخود ادیب همین خیلی نویسد. تو همونجا باید فوجیه می نویستی. همین خیلی می نویستی که خواننده با وای بیاد، با شور بیاد. بعد گفت چیکار کردن در کار.
یک هفته مهلت میتیم یک هفته پس باید آخری قصه رو دیگر حل کنیم بعد همون طرزی که استاد گپ زدن همون خیلی وای کردن بردم انا گفت این دیگر گپ انا این درکی استاد بی‌حد متفکر دانشمند گویم که باهر از اون که هنرمندی بیام تو بودن نه که دانشمندی وال مخون بودن خب تشکر زیاد. شما که بیشتر در ژانر دتکتیو می‌نویسید خب من فکر میکنم که همین خصوصیت تحقیقاتی خصوصیت مشاهده نیز در همین اثر هست یعنی سبک دتکتیوی همین است که بیشتر مشاهده های نویسنده در آن بیان می شود بیشتر مشاهده کار بودن نویسنده بیشتر نقطه گیری و همین چیزا خب در اینکه ژانر دتکتیو نیست یک ژانر بیرون از دتکتیو است. استاد وقتی که تئاتر رو تشکیل کردن یک روز تلفن کردن که ظریف جان ما یک سال شدیم اومده اشتراک کنید اکو من که از صنعت از این چی خیلی دور بودم ایران روزگی دادم و با خود اندیشتم که من در البته در روز با من سخن میتیند من چی گفتنم در کار همین خیلی فکر کرده رفته شدم وقت همون محفل همون نشستی و ایمون ارتق خودی میبرد خلاصه بعد پس از اون که خودی استاد گپ زدند و ارتق جان گپ زدند با منم سخن دادن من همینقدر حال درو دارم که گفتم که استاد ستونی وای است ستونی حج است استاد تشکیل کننده یک مکتب است اولین شخصی است که مکتبی هنری خودش رو تشکیل کرد تئاتر رو تشکیل کرد همین قدر گفتم بعد استاد خیلی همین خندیده و کردن که من وقتی که انسان با دلی صاف گپ میزند و بی همین سخنهای دبدبانو که میگن همینا گفت میپذیرم بسیار خوب قبول کردند و کردن بعد همون بعد چی واقعی چی اثر که گذاروندیم اینجا تصویر کردگی هستم. تشکر زیاد خوش آمدید واقعا هم از حضور شما در برنامه فضا شاد هستیم. بیاد با سر ایجاد شما حرف میزنیم ژانر دتکتیو شما یک از انگشت شمار نفرانی هستید که در کشور ما به همین ژانر مشغول هستید و فکر میکنم که امروز ادبیات ما به این نیاز داره. خب مثلا ما خیلی کم در ادبیات خود مثلا نفرانی داشتیم که به ژانر دتکتیو مشغول بودن همین ژانر رو می نوشتن و این ژانر یک خصوصیت خاصه خود رو داره. مثلا از این ژانر ساختن فیلم پیشنهاد کردن فیلم آسان‌تر است از اون رمان‌ها و اثرهایی که مثلا بیشتر کار هنری دارند و در سبک‌های دیگر نوشته می‌شوند. اون چیزهایی که شما می‌نویسید خب با مقامات با اون مثلا نفرانی که در این حادثه‌ها اشتراک می‌کنند صحبت می‌کنید چگونه مثلا تحقیقات شما جریان می‌گیرد؟ فکر می‌کنم یک ژانر تحقیقاتی نیز هست. برای در یک صحبت یک کس گفت که با شما نویسن اثرهای ماجرای آسان است همه پرونده جنوی رو میگیرید و از رو هم مینویسید من گفتم اگر همه خیلی که آسان باشد مرحمت خودت کنگیری اکتیو کن در نظر چونین می نماید چون که در آنجا فقط جنایتکار میگیرد و تحقیق را پیش میکند در اصل هم میکند لیکن ژانر ماجرای نهایت مشکل است برای که همه خیلی نویسان در کار شوق‌آور پرمضمون همه خیلی دقت جلب کنند نویسان در کار خواننده را خود جلب کردن در کار شکر استقلال میگم که حالا ما 5 نفر شدیم چون که تو استقلالیت پیدا کردن فقط یک کس مینویس باز ما 5 نفریم اساس اولین اثر ماجرایی را تیلو ماندگی است بعدتر شریف بیگ عزیز بیگ پیدا شد من خورشید عطاالله غیرت حکیم همین خیلی اثر آفریده شدیم حرکت کردیم که موقع ژانر ماجرا رو برداریم حاضر من از روزنامه تاجیکستان آمدم در همونجا با عادل ناصر صحبت کردیم و یک برنامه هم صحبت کردیم که ما چیکار کردن در این ژانر ماجرایی برآید چون که میدونیم که تماشابین فقط فیلم های روسی و خارجی را تماشا میکنند بعد این طرفش که تعداد اثرات چاپ شده خیلی کم است مثلا در حالی که اهالی 9 میلیون است ما 100
نسخه چاپ میکنیم، بله. 100 نسخه چاپ میکنیم، 300 نسخه چاپ میکنیم، این هیچ نمیشه. بعد سوم مسئله که ترغیب اثر نیست. ترغیب اثر عموما وجود ندارد. در اتفاق نویسندگی شعبه ترغیب است، ولی شخصی نمی‌یابیم که همین جودا رو پیش برد. بله. همین سبب قطعی ما نتونستیم که ژانر ماجر بریم، لیکن حرکت کردیم. خب تشکر زیاد. با صحبت رو ادامه میدیم و فکر میکنم نوبت به ساز و نوا است. فکر میکنم باز هم یک دستاویز جالبی دیگر داره برای بیننده ما. البته من امروز خیلی خرسند هستم که در این شام یادی از این هنرمندی بزرگ صاحب مکتب استاد عبیدالله رجبов حرف زدیم و ما یک موسیقی مینوازیم که من فکر میکنم که اون فعالیت و خاراکتر رو دیدو که استاد داشتن در حالت کاری خیلی سرمحصول بودن در همین موسیقی دیده می شود. بیا همین موسیقی رو با یاد استاد می بخشیم. تشکر زیاد حسین. خسته نباشه. همین یک چند سالی اخیر نوازنده ها مطربان مثلا گروه های مخصوص تشکیل میکنن. اگر سالهای قبل مطرب رو همچون مثلا نوازنده یک سراینده میشناختن، ولی چند وقت اخیر این گونه نیست. یعنی مطرب همچون یک شخص علاهیده هنری معرفی میشود. خب این خیلی یک خدمت خوب است من فکر میکنم، زیرا که هر نفری که برای ساختن مثلا یک آهنگ کوشش میکنند، مثلا بیشتر برای آفریدن موسیقی، برای پیشنهاد کردن ترانه، گروه کاری سفربر میشوند و در این گونه حالت ها بیشتر وقت مطربان و نفرانی که زحمت بیشتر میکنند پس پرده میمونند. ولی
این چند وقت مثلا مطربان در علاهیدگی کنسرت پیشنهاد میکنن، مطربان در علاهیدگی خودشون رو معرفی میکنن. خب شما این رو چگونه قبول میکنید؟ شما هم مثلا با کار مطربی مشغول هستید و هم آوازخوانی نیز میکنید. البته من فکر میکنم که همه این دستاوردهای 30 سال استقلالیتی خود تاجیکستان عزیز ما هست که این از اون شهادت میدهد که صلح و ثبات این ملت، این سرزمین بسیار خوب فعال است. و این روز بینید که تلویزیون های رنگ و رنگ روی کار آمدند. هر یک مثال شخصیت، هر یک مطرب میتواند که خود را به یگان مشکلات معرفی نماید. بله. از این فکر میکنم که همین است. خب شما سببی مثلا فکر میکنم که در علاهیدگی چندین مثلا کنسرت های خاصه مطربان رو پیشنهاد کرده و در برنامه های مختلفی که در دانشگاه می شود همچنین مطربان شما مثلا آهنگ های مختلف رو پیشنهاد میکنند. خب برای شما چگونه است همین؟ یعنی پیش رفتن مطربان، معرفی کردن مطربان و همچنین یک شخصی علاهیده هنری معرفی شدنش؟ آهنگ و اثرهایی که ایجاد می شود خودی هر یک مطرب برای اون رو در یک سطح معین، در یک سطح در کاری رساند نواخته تواند، بیشتر خودی همون مطرب زحمت میکشد که تا که اون اثر رو به خوبی به انجام رساند و با همراهی انسامبل که در یک جایی می نوازد. این فکر میکنم که برای همون خودی هم مطرب یک پیشروی خیلی خوب است. تشکر زیاد، خسته نباشید. استاد نویسنده در جامعه امروزه، خب اون من نویسنده یک نفر محقق است، یعنی آنگونه باید یک اثر رو نوشت که هر خواننده با آن باور کند. در برابر آنی که در آن جامعه بدیهیت میپوشانی، در آن راز و رنگ های ادبی رو وارد میکنی، کارهای هنری رو وارد میکنی، ولی آنچنان باید نویسی که هر خواننده در خواندن آن مثلا خودش را تصور کند در آن حادثه ها و به واقعی بودن آن باور کند. و مخصوصا ژانر ماجرا، ژانر ماجرا یکی از خصوصیت‌هایش همین است که خب در آن مثلا بعضی حالت‌ها رو پیشنهاد میکنی، بعضی واقعه‌ها رو پیشنهاد میکنی که در زندگی هر روزه ما هست، مثلا ما مشاهده میکنیم ولی به آن مثلا زیاد اهمیت نمیدهیم. مثلا اثرهای شرلوک هولمز خب آنقدر از مشاهده ها گفته است، آنقدر از همین چیزهای عادی، واقعی عادی که زندگی ما رو فرا میگیرد گفته است. وقتی میخونی و به آن اهمیت میدی که چگونه باید به زندگی نگاه کرد، وقتی که از نگاه یک نفر مثلا ماجرانویس حادثه ها رو میبینی، واقعه ها رو میبینی، خیلی عجیب است. خب من فکر میکنم که زحمت نفرانی که به ژانر ماجرا دست زدن بیشتر است، زیرا که در برابر یک نفر ادیب بودن باید محقق همون ساحه نیز باشند. اصلا رسالت نویسنده از اون است که تربیه معنوی اولی، تربیه معنوی خواننده و شکرگزار از اونیم که با همین زحمت ها و مشقت های کشیدمون کوشش میکنیم که در تربیه نسل نورست، نسل آینده یک سهم، یک حصه گذاریم. بعضا بعد میفهمونم که مثلا جهان غرب از ما جهان شرق فرق میکنه، گرچنده که اثر ماجرایی در شرق بر وقت پیدا شده است، بر وقت پیدا شده، لیکن رواجش رو در غرب یافت. برای چی؟ برای پوشیدن نیست، عیب نیست، لیکن در غرب ماجرا جنایت همچون کسب شد. در آنجا پیش از آن که جنایت صادر کنند ماها و سالا فکر میکنند، طرح میکشند، یک گروه میسازند، یک وای میکنند. در ما در شرق این خیلی نیست. برای نظر اون کسانی که اثر آفریدن ماجرای حسن است دروغ است، چون که ما با همراه جنایتکار رفته استیم و خوی خصلت اون روح و روش اون رو نشان میتیم به خواننده که بر راه بد نروند، مبارزه در بین خیر و شر، بین ظلمات و روشنی میرود. ما حرکت میکنیم که همین جنایت رو تحقیقگر و مفتشی و طرزی شاید که خواننده در معقول شود
و نسل آینده هیچگاه به جنایت رو نمیبرد. برای همین چنین می نماید که ما با مانند نویسندگان غرب اینقدر چی نداریم، مهارت و استعداد و قابلیت. بعد میفهمونن که در مثلا وقتی که ارتور کونان دویل قهرمانش رو شرلوک هولمز دوست‌ترین قهرمان خودش رو در کوه آلپ کشت، تمام مردم خیز طلب کردن نویسنده که اثر نو نویسد زنده کند قهرمانش و مجبور شد با قهرمانش اثر نو زنده کرد. در ما اگر همین گونه طلبات میشد، همین گونه خواننده با شوق با هوس روح ایجاداتی ما رو و میکردیم تنقید و تحریر میگیریم، بیاد خرسند میشدم و حرکت بعد در خاطر می‌آوردن که من حقیقتا رسالت خودم اجرا کردم. شما نفرانی هستید که پرچم برداری همین سمت هستید، همین ژانر هستید در ادبیات ما. خب و حتما که مثلا خواننده‌های شما هستن و مثلا فکر و عقیده خود رو دارن و شاید که با شما روبرو نشدن. تشکر. خب خسته نباشید و یک برنامه جالبی داشتیم با حضور شما در برنامه فضا و فضای برنامه ما رو دیگرگون کرده. حضور هر یک شما رو خوش آمدید میگویم. واقعا شاد هستم که در یک سفره با شما نشستیم و همینجا برنامه ما نیز به اتمام میرسد و فکر میکنم که در انتهای برنامه پیشنهاد یک نوای فارم باز هم به مورد است و با یک نوای فارم از جانب گروه مطربان انسمبل نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان با برنامه امروزه حسنی انجام می‌بخشم. دوستان عزیز همیشه سربلند باشید، همیشه زندگیتون پر از عشق و محبت و دوستداری باشد. تا دیدارهای بعدی، خیر.